دیگه از ارکان تمایزات کمونیسم کارگری با سایر جریانات مدعی کمونیسم که به خوبی در برنامه یک دنیای بهتر هم منعکس هست، مسئله اختلاف ما و یک خصلت مشخصه ما برخوردمون به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و به مبارزه اقتصادی طبقه کارگره که این یکی از اساسی ترین پایه های جدایی شاخه های کمونیسم موجود از طبقه کارگر و اعتراض کارگریه و یکی از زمینه ها و محمل های اصلی انزوای چپ رادیکال غیر کارگری تو دوره معاصر هست. به این معنی که کمونیسم ما مبارزه اقتصادی کارگر و تلاش دائمی برای بهبود اوضاع طبقه از طریق تحمیل اصلاحات سیاسی و اقتصادی به سرمایه‌داری رو یک بخش جدایی ناپذیر از مبارزه کارگری می‌بینه. مسئله رابطه انقلاب کارگری با اصلاحات و با مبارزه جاری اقتصادی طبقه کارگر برای ما یک مسئله اساسیه تو فعالیت کمونیستی. معمولاً چپ این نوع مبارزه رو ندیده میگیره، براش اهمیتی قائل نیست و مفتون ایدئولوژی و عبارت پردازی های خودشه و نقش مبارزه اقتصادی در آگاهی طبقه کارگر در بهبود اوضاع طبقه کارگر و رابطه‌ای که این مبارزه با انقلاب اقتصادی طبقه داره نمیبینه. سوسیالیسم و کمونیسم تا کنونی در مورد این مسئله زمین خوردن و اون جریانی که معمولاً به مبارزه اقتصادی و مبارزه برای رفرم بها دادن کلاً به عنوان جریانات رفرمیسم عمل کردن و در نتیجه این چپ برای مبارزه با رفرمیسم خودشو به طور کلی به قول معروف میگن بچه رو با تشتی که توش شسته انداخته بیرون. در مرزبندی با رفرمیسم کل اهمیت مبارزه اقتصادی طبقه کارگر که نقش داره در آگاهیش نسبت به سرمایه‌داری و نقش داره در توانمند کردنش در مبارزه علیه سرمایه‌داری رو به طور کلی نادیده گرفته. این چپ رادیکال غیر کارگری بوده که در واقع در مرزبندی با اون گرایشی که آرمان کارگری رو حذف کرده از دستورش و فقط رفرم کرده، اینا به طور کلی رفرم و اهمیت مبارزه اقتصادی طبقه کارگر هم با هم انداختن بیرون. جناح چپ بورژوازی همیشه در صحنه مبارزه برای اصلاحات فعال بوده، اما چپ رادیکال که با نقد این خط به میدان آمده، حالا چه به شکل مائویسم یا تروتسکیسم، اولا از مبارزه اقتصادی جاری طبقه کارگر بریده، کانون فعالیت خودش عملا روشنفکران قرار داده، قید اصلاحات زده و گفته که سرمایه‌داری قادر به اصلاحات نیست. هیچ کس نگفته سرمایه‌داری قادر به اصلاحاته، بلکه اینا با این پرچم انقلابی نمایی وارد شدن. بلکه مسئله اینه که تحمیل اصلاحات به سرمایه‌داری هم از دستور کار خودشون کنار گذاشتن و مبارزه به اصلاحات برای اصلاحات تبدیل شد به کفر تو فرهنگ اینا. در مقابل کمونیسم کارگری جنبش برای انقلاب کارگری و کمونیستی که ما این انقلاب هم اکنون ممکن می‌دونیم و در دستور خودمون می‌ذاریم، اما به عنوان یک طبقه زیر فشار ما برای هر درجه از بهبود اوضاع اجتماعی به نفع افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی طبقه کارگر و بالا رفتن حرمت انسانی کارگر و زحمتکش و برای هر درجه گشایش سیاسی و فرهنگی که مبارزه ما را تسهیل میکنه قاطعانه مبارزه میکنیم. ببینید شما فرض کنید طبقه کارگری که 50 ساعت مبارزه میکنه اگر تو پرچم خودش قرار داده باشه که 35 ساعت کار در هفته را قرار داده باشه، برای این اصلاحات فشار بیاره و مبارزه بکنه، این اصلاحات چه نقشی داره؟ اولا از فرسوده شدن و تباهیش جلوگیری میکنه، بهش فرصت میده آگاهیشو ببره بالا، سلامتیشو ببره بالا، ببینه دور و برش تو دنیا چه خبره، به زندگی و خانواده‌اش برسه و هم این که سرمایه‌داری خوبتر بشناسه، آگاهانه تر مبارزه بکنه، به جای اینکه بره استثمار بشه اون 15 ساعتی که هر 15 ساعت اضافه است به صرف تشکل و آگاهی و بازسازی خودش بکنه. این نقشیه که اصلاحات داره. به طور مثال اگر زنی که دچار ستمه و شما و علاقمند به پرچم انقلابی طبقه کارگر شما بهش بگید تا
شما مبارزه برای اصلاحات نکنید توی وضع تا زمانی که به هر حال انقلاب کمونیستی صورت بگیره. این یک نوع چپ نمایی بود که کلا این کمونیسم کارگری برای با این خط روشنی کشید. حضور در صحنه مبارزه برای بهبود اوضاع و وضعیت اولیه و داده شده کمونیسم کارگری. ما هیچ قطعنامه خاصی نمیخوایم اینو در دستورمون بذاریم. ما هم حکومت کارگری میخوایم، هم افزایش حداقل دستمزد، هم میخوایم وسایل تولید اشتراکی بشه و هم میخوایم سن بازنشستگی بیاد پایین. هم میخوایم علیه حکومت‌های بورژوایی قیام کنیم و هم بیمه بیکاری میخوایم. هم میخوایم حقوق زن و مرد برابر بشه و هم میخوایم دست بورژوازی از استثمار کوتاه بکنیم. هم میخوایم دین از دولت جدا بشه، سوادآموزی بیاد، بهداشت بیاد و هر روزه به عنوان یک طبقه سعی کنیم اینا رو از گلوی بورژوازی بیرون بیاریم. اما این چپ به این ترتیب، چپ ما قبل کمونیسم کارگری، این رابطه رو بین انقلاب و اصلاحات نمیدونه و باید هنوز سر این مسئله ما بیشتر کار بکنیم و تبدیل بشه به یه خصوصیت پایدار و خود به خودی و غریزی ما توی سنت ما قرار بگیره و کلاً از اون گذشته کنده بشیم و نه اینکه فکر کنیم چون مبارزه برای اصلاحات میکنیم در اصلاحات غرق میشیم، ولی نمیتونیم عنصر کمونیسم انقلابی در طبقه کارگر باشیم بدون اینکه در متن اعتراض جاری تو اون جامعه شرکت داشته باشیم. در نتیجه تمام مسئله بر سر درک این واقعیت که حضور در جنبش‌های جاری، تقویت و هدایت مبارزه برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با ابراز وجود به عنوان کمونیست‌های منتقد، آرمانخواه و مدعی نه فقط تناقضی با هم ندارند، بلکه مجموعاً ارکان فعالیت کمونیستی ما را تشکیل میدن. این کافی نیست که اتحادیه‌های کارگری و رهبران عملی جنبش‌های کشورهای مختلف ما را به عنوان کمونیست بشناسن، ولی ما کمونیسم اونجا شروع میشه که در خود همین جنبش‌های یک جریان انتقادی در گرایش‌های غیر سوسیالیستی به وجود بیاریم و نگرش خاص خودمون رو ببریم توی طبقه کارگر. و به هر حال این خیلی مهمه که کمونیسم کارگری از جریانات چپ رادیکالی که ریشخند میکردن فعالین جنبش‌های اصلاح طلبی رو این مرزبندی صورت گرفته و کلاً این تغییر به وجود اومده و یکی از ارکان مهم مبارزه برنامه کمونیسم کارگری و انتقاد پرولتاری به سرمایه‌داری. میگه اون برنامه میگه اون چه که کمونیسم کارگری در مبارزه برای اصلاحات از جریانات و جنبش‌های رفرمیستی متمایز میکنه اینه که اولا کمونیسم کارگری همواره بر این حقیقت تأکید میکند که تحقق آزادی و برابری کامل از طریق اصلاحات میسر نیست. حتی عمیق‌ترین و ریشه‌ای‌ترین اصلاحات اقتصادی و سیاسی نیز بنا به تعریف بنیادهای نفرت‌آور نظام موجود، یعنی مالکیت خصوصی، تقسیم طبقاتی و نظام کارمزدی را دست نخورده باقی می‌گذارند. از این گذشته واقعیت این است که به گواهی کل تاریخ جامعه سرمایه‌داری و تجربه جاری کشورهای مختلف، بورژوازی در اغلب موارد با قهرآمیزترین شیوه‌ها در برابر به کرسی نشاندن ابتدایی‌ترین مطالبات ما مقاومت می‌کند. در نتیجه پیشروی‌های به دست آمده نیز همواره موقت، ضربه‌پذیر و قابل بازپسگیری می‌مانند. ثانیاً کمونیسم کارگری در عین دفاع از حتی کوچکترین بهبودها در زندگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مردم کارگر وظیفه خود را ترک و مطالبه حقوق سیاسی و مدنی و رفاهی هرچه وسیع‌تر و هرچه پیشروتر می‌داند. جنبش ما در مبارزه برای اصلاحات دائما این حقیقت جلوی جامعه و طبقه کارگر قرار می‌گیره که ما نمی‌خوایم یک سرمایه‌داری اصلاح شده، یک سرمایه‌داری با چهره انسانی یا یک سرمایه‌داری دلسوز به وجود بیاریم، بلکه قصد ما تحمیل بخش هرچه بیشتری از حقوق مردم و حقوق طبقه کارگر به بورژوازیه. فرض کنید همونطور که گفتم تحمیل 35 ساعت کار در هفته، تحمیل بهبودهایی در قوانین مربوط به حقوق زن، تحمیل بهبودهایی برای
هرچه سکولارتر کردن جامعه. اینا از زاویه کمونیسم کارگری تلاش برای معقول کردن سرمایه‌داری نیست، بلکه تلاش برای بهبود در زندگی طبقه کارگر، بخشای محروم جامعه است، برای اینکه زمینه‌ها رو برای انقلاب کمونیستی فراهم‌تر بکنن. این بحث مربوط به انقلاب و اصلاحات بود و در ادامه به بحث مطالبات اصلاحی میپردازیم. میخوام مطالبات اصلاحی جداگانه بگم.